بعد عمری بی وفایی، با رقیبان آشنایی، رفتی و دیدی که تنها جز من افتاده از پا در جهان یاری نداری. در شب تاریک غمها یار غمخواری نداری. مردم از این ناسپاسی، وای از این حق ناشناسی. گلهای شماره 515 اثری از استاد علی تجویدی، آهنگساز خوب وطنمون، با کلامی بسیار دلنشین از بیژن ترقی، شاعر خوب وطنمون، ترانه سرایی که همه شما ازش خاطره های بسیار زیبا دارید. امروز هایده نازنین خواننده این ترانه اینجاست. هایده با صدای رساش که مثل ریزش صدای آبشارهاست مهمون برنامه ماست. من شما رو با هایده به 18 سال قبل میبرم که این ترانه برای اولین بار از رادیو ایران پخش شد در روزهای خوب وطنمون. سلام هایده جون. سلام هما جون، خیلی خوشحالم که در کنار تو قرار گرفتم یک بار دیگر و یاد دوران گذشته رو داریم مرور میکنیم. یاد اون روزهای قشنگ. بله، روزهای طلایی. و آرزو میکنم که واقعا با شما گلهای خوب وطنمون به زودی زود به ایران برگردیم و این برنامه ها رو باز همونجا داشته باشیم با بقیه آهنگسازهای خوبمون و ترانه سراها و شعرهای نازنین وطنمون. هایده جان، من دلم میخواد که این ترانه رو تو یک بار دیگه برای دوستان عزیزمون بخونی که یادآوری بشه که اساتید ما چی میساختند و ما چه موسیقی اصیلی داشتیم. این برنامه فکر میکنم سومین برنامه گلهای من بود که از رادیو پخش شد و من افتخار این داشتم که استاد من علی تجویدی آهنگهای من رو میساختم و این سومین آهنگی بود که با شعری از بیژن ترقی تقدیم هنردوستان کردم و خوشحالم که امروز تجلیلی میشه از هنرمندان عزیزی که در کنار ما نیستن، با آرزوی این که روزی همونطور که گفتید در کنار اونها قرار بگیریم و باز بتونیم اثرات جاویدانی به وجود بیاریم.